در فوتبال اروپا یک نفر دیگری هم هست که حتی از خود لاپورتا و یامال بیشتر میخواهد که در بارسا باشد و این هم مارکوس رشفورد است. رشفورد نفری است که نوابسته از آن باخت‌های بی‌حساب و زینه‌های 17 هم برای آماریم نادرکار شد. این مرد که خوب و سخاوتمند انگلیس هرچند که سر از زمستان برای استون ویلا سخت در کار شد و چند مراتب هم از خود سر و صداها بلند کرد، ولی نسبت بارسا هیچ شعله محبتش خاموش نمی شود. هرچند که زمستان آنقدر اشاره و ناله کرد ولی به دادش نرسیدند. این مورد باشد گفته می شود که رشفورد حتی با وجود کم شدن معاش هم می خواهد به بارسا برود. به قول حمله‌ور منتخب انگلیا، ماز در بارسا او دیگر باره به حالت پیشینه برگشته می تواند، ولی از جانبی دیگر او زیاد چیزها خواستن می گیرد، ولی قرار آخرین را خودی فلیک می برارد. خود ببینید که با وجود داشتن سه گانه قوی ترین در خط حمله، فلیک رشفورد را در کجا جا می کند.